میگم سردار تو با جایزت میخوای چیکار کنی؟ داداش میخوام با عشقم عروسی کنم، همه میدونن. ایشالله که میبری و به عشقت میرسی. تو میخوای اگه بردی با جایزت چیکار کنی؟ منم این چیه مادر دارم، عملش کنم برام کافیه. دیگه میذارم کنار مسابقاتو، فقط به عشق خودش دارم میرم تو رینگ. میگم تو فینال به هم خوردیم میخوای چیکار کنی؟ یعنی چی؟ یعنی اینکه من داخل رینگ با تو هیچ رفاقتی ندارم، رفاقتم بیرون رینگه. اگه میخوای به عشقت برسی سخت تمرین کن. منم این چیه مادر دارم عملش کنم برام کافیه. دیگه میذارم کنار. آقا اینی که باخته رفیق منه. چیه انگار از باخت من خیلی خوشحالی؟ نه، از باختت خوشحال نیستم. اون موقع که بردی همه داشتن دست میزدن، ولی وقتی باختی کسی که پیشت بود من بود. از این خوشحالم. رسم آدما همینه. راستی خوش به حالت، با جایزت به عشقت میرسی. نه، عشقی وجود نداره به جز عشق مادر. جایزه من واسه تو. رفق میخونه ترک برار ابدی، برار ابدی.